3 روز بعد ونس تماس گرفت، التماس. ونس کیه؟ معاون اجرایی ترامپ. یعنی اگه ترامپ نباشه شمولشونه. آقا هر جا شما میگید، هر کشور، هر زمان بیاید مذاکره. گفتیم مطلقا مذاکره نمیشه. ویتکاف تماس میگرفت، حالا با واسطه و بی واسطه. 1 2 تا 10 تا کشور نبودن، دست دامن افتادن. 3 تا سعودی، 2 تاشون اینجا هست. پایگاه آمریکا رو میزنیم، العدیده قطر، چون مقر نیروی هوایی آمریکاست در منطقه. بسیار مهم. تو اگه حالا یه دست دامن افتادن و اینو توقف اشکال نداره، بدون پیش شرط میپذیریم. وزیر ما تماس میگیره با وزیر خارجه قطر. یادت شنبه برگشتی و هم گفتی آمریکا گفت میزنیم، ایران هم بیاد بزنه. امشب میخوام بزنم. کجا رو میخواد بزنید؟ اتفاقا میخوایم پایگاه آمریکا تو خاک شما بزنیم. دست دامن افتاد. آقا ما که با هم رفیقیم. یعنی خدا شاهده کلا به دست دامن افتادن. و همینجا اعلام میکنم دیگه این دفعه خبری نیست اگه به ایران تعرض کردید. دیگه دست دامن افتادنای شما هیچ اثری نداره.